کوک کل عالم اسم خداست، کل عالم با اسم اون کار میکنه. یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض و رعد یسبح بحمده. تمام پرنده و خزنده و درخت و شجر و نجم و شجر یسجدان، تمام اینها به نام او مشغولن. بنابراین ما اگر که کوکمون رو هماهنگ بکنیم با کوک عالم، هماهنگ میشیم. اون وقت میتونیم محرم بشیم، عالم به ما اسرارشو میگه. اقرأ باسم ربک الذی خلق. چرا؟ برای اینکه بدون اسم اون نمیتونی بخونی. به محض اینکه چیزای اسم فقط این کلمه نیستا، به محض اینکه فکر میکنی که من چه قبایی بر خودم بدوزم، دیگه اون درخت خودشو پنهان میکنه، دیگه خودشو به شما نشون نمیده. حجاب میگیرن موجودات از آدم نامحرم. نامحرم که نامحرم نیست که کوکش با کوک اونا نمیخونه، میگه به این نگین. با شما نامحرمان ما خاموشیم، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم. با شما نامحرمان ما خاموشیم. به بعضیا میگن که این برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار.